اجازه میدید عقد رو شروع کنیم؟ بفرمایید. به مبارکی و میمنت پیوند آسمانی عقد ازدواج دائم و همیشگی بین دوشیزه محترمه سرکار خانم فرزانه سروری و جناب آقای علی اکبر صادقی منعقد و اجرا می گردد. دوشیزه محترمه سرکار خانم سروری، آیا بنده وکیلم شما را به عقد دائم و همیشگی جناب علی اکبر صادقی به صداق و مهریه یک جلد کلام الله مجید، یک جام آینه، یک جفت شمدان، یک شاخ نبات و 2000 تا سکه تمام بهار آزادی عند المطالبه در بیاورم. آیا بنده وکیلم؟ بله. چطوره؟ خوبه؟ باید سرکار نمونی؟ والا لکه با چیزی امروز وسیلش نکار کردم. با چی؟ خود خانه جنجال کردم. اعصاب مخوردم. سر چی؟ یه شخصیه دیگه، خانوادگیه. فرداش اوکیه؟ فرداش اوکی ها. آره؟ ردیفه کم کسی چیز نداری؟ بیا تو فقط بیا. اوکی کنی دیگه. خب؟ ردیفه کارت دیگه به شکت از حالا. من امروز مورم وسیلش نیه دیگه. چیز کنه فردام نمیم مجلس جور کنم. باج میگیری ها. حواس کو جمع که حواس مدید است ها. اوکی دیگه؟ آره ردیفه برو ولی اوکی بشو. دمت اوکی. آره. سلام. استره. خوبه؟ کارا خوبه؟ ردیفه؟ دست مسئول خراب نشده؟ نه. سجاد کجا؟ سجاد و خوابه. کجا؟ او پیش دنیا. هیچ کارمورش نمیکنه اینجا نه خراب؟ بسیاری خوابه. وا. بخیر گفت چیه؟ مگه اینجای خواه؟ بیا اینجا بگرم بیا اینجا کارتو در کشی چی گویی میخوری ما چی برو میبری دارم بیست سرجاشی مگه اینجای خواه؟ گفت چه بیا اینجا بایسته مگه اینجای خواه؟ یک لحظه خوابی بود دیگه دراز کشیدیم. یک لحظه خوابت بود کلا توش کوری کاریش نداری؟ نه یک لحظه چای خوردم خواب کردم دیگه. بعد کدی که یک لحظه خوابت بود چای خوردی گم شو برو اصلا توی اخراجش نمیخواد دیگه از فردا بری. اگه مذاق نکنی دیگه در خواب. یا برو گم شو لباسا خوبش بود سری گم شو. علیک ببین ما چی برو گم شو. یک لحظه خوابم برد دیگه. اذیت نمیخواد دیگه. آقا اصلا حال نکردیم اینجا دیگه کار کنیم. یک عمر اینجا حال کار کردم. نکردیم اینجا کار کنیم. یک عمر کار کردم دیگه. برو گم شو بابا کارگر میتونست رخته. این پشم روی که بیدن جایش فرد داره یک جور در میاد. حرف آخر ده. همین. من اگه عمرم جای دیگه گذاشته بودم الان دکتر مهندس بودم. هیچ گویم نبود از من اولش تا اینجوری بود. گم شو سری لباسا خواست. پول من بده. پول چیه؟ پول کار کردم. پول تو رو میدم یاسین بیار برو گم شو کارم میکنی پولم نمیخواد برو گم شو لباسا خواست سری برو گم شو کیم دیگه از فردا اینجا نیا بچه هم نبود سری زنگ بزن که اینجا برش کار
الان دمه بگی با خدا اگه زودتر گفته بودی امروز در کارخانه انقدر چپاک دروش داده بودم. بر دختر خوشگل هر روز خواستگار میایم. نمیشه که قد مردم یقه شد. یعنی تو الان دختر خوشگلی دیگه؟ میدونی که حالا ما که قبل عملت هم دیده بودیم. من خب هر ماده توی سیاه دمه یک چیز بگی. من برونزه شکلاتی تو دلبرو هستم. اگه خیلی ناراحتی میتونی بیای خواستگاری. ما که حرف نداریم. مادرت که قبول نمیکنه. مادر من از خدایشه دختر نمیخواد دا غریبه بده. تو یک فکری دال یاسین کرد. خب حالا یاسین ولش که برو لباسا خوب پوش که بریم بیرون. من همطور میبینم میبینی که کل کار داره. برشم فردا شب خواستگار میاد. یک ماه بیرون ما میبینه چی؟ خب ببینم. ببینم چه قیافت شبیه کساییه که بعد ظاهرا بعدش هم نیومده. خب آره خدا چی میشه یک دفعه خوش مامات قبول کرد. از وقتی دبان سلام کردی خیلی پرون شدی. میخوای باید ناشاویش کن. ما بیرار کلان هستیم. ما در فکر خوشبختی هستیم نباشیم کی باید باشه؟ او بچه چی داره؟ نه قیافه داره، نه تیپ داره، نه ایسای داره، هیچی نداره. تنها آپشنی که داره فقط بچه همی اتماسیه. کجا میریم؟ برم که یک دیگه خود کشتن. نمیشنوی صدایشانه؟ بلا در پسشون که کشتن. ما رو چه غرض؟ چقدر اینا از ما خوششون میاد. هرچی که باشه اولادای برادر من نمیتونم ببینم که یک دیگه خودت تیکه پاره کنه. مادر جان اینا دارن الان به خاطر ما جنگ دوام میکنن. وقت تو میخوای بری جنگ خلاص کنی؟ باز چی کردی؟ تو چرا همش فکر میکنی من یک کار کردم؟ من آمدم داخل خانه، فرزانه داخل حیاط بود، یک دقیقه صحبت کردیم، یاسین اومد دهش برخورد. شام چی پخته کردی؟ ای خدا تو را لعنت کنه که هرچی آتیش از گور تو بلند میشه. زار پخته کردم زار. اگه یک بار دیگه ببینم رفتی پایین خدازی بچه صحبت کردی ما میدونم خداستو. یک ماه دیگه در این خانه هستیم بعد از این خانه موریم. دیگه نه همه داریم نه بچه همه. در تو ربطی نداره بچه در زندگی ما دخالت میکنی. ما بیرار کلان هستیم. ما در فکر خوشبختی هستیم نباشیم کی باید باشه؟ او بچه چی داره؟ نه قیافه داره، نه تیپ داره، نه ایسایل داره، هیچی نداره. تنها آپشنی که داره فقط بچه همی از ماستیه. منم بکشین من زن علی اکبر نموشم. چرا زنتون نمیشه؟ نمیخوام خوش من نمیاد. نه تیپ داره نه قیافه داره نه من دوستش دارم. مگو سجاد داره؟ یاسین بس دیگه کم سر صدا کو. تو چی میگه؟ ببین مادر جان روز تا شب ما سر کار میرم خسته گفتم میام بعد میبینم خانم تازه داره غذا درست میکنه. این چی وضع زندگیه که ما داریم؟ گشنه هستی برو بیرون نان بخور. کار کردی خسته میایی دل خود سر بچه ها خالی میکنی. نوکر که نگرفتی؟ راست میگه مادر جان. خب ما کار میکنیم همه دوره هم بخوریم. ببین خواهر من یک چیز بهت میگم. الان ملاک زندگی قیافه و تیپ نیسته. ما که تیپ قیافه داشتیم کجا رو گرفتیم؟ الان فقط پول ملاکه پول. میفهمی یا نه؟ زندگی از ما رو ببین درس عبرت بگیر. راست میگه فرزانه جان. زندگی ما رو ببین درس عبرت بگیر. با یکی ازدواج کردیم که پول نداره که هیچی توهم خوشتیپی و خوشگلی هم داره. فردا هر کی میخواد بیا ولی من گفته باشم جای من نه. تو خیلی بیجا میکنی. نه فردا خواستگار می تو باید سر خواستگاری بشینی. مادر نمیخوای چیز بگی؟ گپای تمام شد دیگه. دست زن بچه تو بگی گم شو برو از این خانه. مرد دیوانه کردین شما تمام روز غال مغال. همسایه‌ها چی خود گفت؟ بالا شو برید. برو ماجی خانم. به خدا اگه باز بگین که برگرد فلان زنگ بزن ما نمیدارم ال ندارم بل ندارم ما میرم خودش. برو بخیر برو. چیکار می زندگی رو والله به خدا صبح تا شب کار. فنایت با خدا. با دختر تو چرا غال مغال کردی صدای خود برادرت؟ همون برادر کلان تموم میفهمه که چی گپ است. مرد میشناسه. چرا از گفتش نمیشی؟ تمام روز زبان در زبان میشین. 100 دفعه بعد گفتم کار در فرزانه نداشته باش.
اینا در تو دختر نمیدن. چرا اینقدر آبرو ریزی میکنی؟ پرستو بیا اینجا همون. بالا چه خبره؟ زندگی خصوصی ما به خود ما مربوط است. عجب. من یه دونه شکلات داشتم خواستمش بدمش به تو و دیگه الان دیگه شکلات خودمه دیگه. سرخط خبرها. دیدی یاسین به فضایی گفت دیگه حق نداری با سجاد حرف بزنی. دیدی مادرم گفت به تو رفتی نداری دست زنخ بگیر برو. دیدی فربا قار کرد گفت من میرم خانه بابا. ای که خوب شد. بیا فقط برد فرزانه بگو سجاد گفتش که حواسم داری دست. خب اگرم یاسین پرسید که سجاد چی گفت بگو زندگی خصوصی سجاد به خودش مربوطه در کسی هم ربطی نداره. اوکی؟ مادر یا خدا باز چی شد؟ موتوری پیش کرد؟ 100 دفعه تو رو نگفتم سر شب بیا خانه؟ چی شده آ دختر گوشیت زدن؟ نه مادر موتوری چی شد؟ در رنگای زد؟ نه این نامه رو انداخت. موتوری نامه داد دستو؟ خیلی وقتا دیگه نامه نمیدن دیگه شماره میدن. پرت کده حیات مال دخترای داییته. بر ببینم کدوم عوضی این نامه رو داده برون پدرش در بیارم. نه موتوری پستی بود. رویشو بخوام ببین از کجا آمده؟ نامه کجاست؟ از سازمان ملل. گفتم میخوام بیام با هم مصاحبه کنن و وضعیت زندگیمون رو ببینن. پرستو تو هم قدر عقل نداری وقتی که جمیله نیوز اینجاست نباید چیزی بگی؟ بابا یه فکر کن قبل از اینکه هر کاری میخوای بکنی. نامه رو کجا میبری؟ کجا میری؟ ول یاسین. کجا داری میری؟ برو خانه پدر خو. تو اجازه نداری خانه پدر خوری. تو چرا قضیه جوگیر میشی؟ شال کلا میگی میخوای بری خانه بابی خو. من میرم که آینه عبرت کسی در این خانه نباشم دیگه. سیوا خانه بیر خانه در میشنم. چرا تو سری جوگیر میشی؟ شال کلا میگی خانه بابی خموری. بیزار بیشنون. من دیگه تحمل نمیتونم در اینجای مرسیدن. تحمل نمیتونم غرغرای مادرت و گوشه کنای خواهرت. ما یک مثال زدم برای فرزانه تو چرا در خود گرفتی؟ چی مشکلی داری با خانواده از من؟ 1 ساله که هر روز در این خانه جنگ و دواست. دیگه حساب نماندین در من ازدواج کردم که آرامش داشته باشم، نه که هر روز جنگ و دوای شما رو گوش کنم. بس دیگه من خسته شدم. خب تو مشکل خود مادر میداری درست، تو مشکل خود خواهر میداری درست، ولی نباید شال و کلا کنی. تو الان بری خانه بابی خو، فردا روز بابی تو نمیگه خونده یک زندگی نشدی، خونده دختر من نشدی؟ بلکه یاسین من مرم دیگه. من نمیذارم. یه ماه دندون رو جگر بذار رو خانه لعنتی درست میشه، بعد 2 نفر با هم میریم. یه ماه خانواده من تحمل کن. خب باشه درست است. من مرم 1 ماه دیگه که خانه درست شد زنگ بزن باز پس میایم. فریبا نرو فریبا. ببین رفتی دیگه بر نگردا. پدرم 17 سال قبل به طور مشکوکی نامعلوم نیامد. یعنی چی نامعلوم نیامد؟ کلمه نامعلوم یعنی نامعلوم، نیامد هم یعنی نیامد. نامعلوم نیامد یعنی اینکه نامعلوم بود که نیامد، اگر معلوم می بود می آمد. فهمیدی؟ آره فهمیدم. خدا شاهده اگه فهمیده باشی. نخور پنیر نخور صبح. خب بابا تو خوبی. بریم جمله بعدی. لذا با کدوم سه؟ لذا با رضایه. لذا ما از جمهوری سازمان ملل متحد بزرگوار تقاضا میکنیم بنویس که ما را در شهر
سینی استرالیا ساکن بنماید. بی سواد او سینی نیه سیدنیه. خدا شاهده این دختر تربیت نداره مادر، هیچ وقت نمیذاری بره. سواده از منو که به تربیت سیدنی. اون انگلیسی شروع رقم نوشته میشه. بنویس امید که روزی همدیگر را از نزدیک ببینیم و برسد روزی که تمامی انسان‌ها بدون فقر در کنار یکدیگر زیست کنند. زیست کنن؟ بزیستن. بزیست. بابا این زیست و بزیست از این نبخوره. بنویسیم که زندگی کنن. وقتی یک بزرگترت میگه زیست کنن، تو بنویس زیست کنن. حرف کلام رو گوش کنه میشه. بخوان ببینم چی نوشته. تذکر اینو اضافه کن. 2 نقطه بذار. درشت خانه هم بنویس. چنانچه که این نامه را بخوانید و ملاحظات لازم صورت نگیرد، مورد قین الهی قرار بگیرید. قین یعنی چی؟ ای خدا تو را لعنت کنه خدزی نامه نوشتنت. بتو دمه اون نامه را بتو دمه. قین یعنی این قین مادر بود، او قین الهی است. نده بخوان ببین چی نوشتیم. اگه ایرا بخوانن که آبرو حیثیت ما میره. آبرو حیثیت مهمه یا پاسپورت استرالیا؟ ولی راست بگی. بعد هر سال بیایم اینجا چقدر بچهای دایر زور بدم و چقدر کیف کنیم. نخود مغز. پاسپورت استرالیا میفهمی یعنی چی؟ با پاسپورت استرالیا تو میتونی در 172 تا کشور دنیا بدون ویزا سفر کنی. یعنی شهروند جهانی. اون موقع تو میخوای 172 کشور دنیا رو رها کنی، دوباره بیای تا جایی که از اونجا فرار کردی خانواده دایی رو ببینی. اومدن امیر یک دفعه ببره یک دکتر یک جایی برای نشان بده. هرچی که نوشته کدیره همه گیره خط بزن. من در اونجا گفتم پدرتان فوت کرده. مادر جان چه فرقی میکنه گم شده یا فوت کرده؟ مهم اینه که نیسته. فرق نمیکنه که فوت کرده یا گم شده؟ به من میرم به مدرسه اینا رو گلوده خراب میکنم. دست بعد چیز میگه. خودش رو نگاه کن خدایی. در کنار یک دیگر زیست کنند. میگه ما ماهیم که بزیستیم. در کنار دیگر زندگی کنند. ای خاک در سر زیستن زندگی شما کنه. من در چی فکر هستم شما دو نفر در چی فکره؟ تو دقیقا در چی فکری هستی؟ من در اونجا گفتم پدرتان فوت کرده. خب اینا دروغگوی میشو. مادر جان من کار اشتباهی کرده دیگه. تو باید قبلش با من مشورت میکردی. الان همینا اگر بیاین بگن کو همون فوت آمد چی میخوای بگی؟ ندارم دیگه چه کنم بچه مال که گفتم. وقتی که آمدن برایشان بگو که بگو اون روز من سرما خورده بودم، بگو زیاد ذهنم خوب کار نمیکرد و بگو یه چیز گفتم دیگه. زندوی بچه هایش این گدا بود را بوی میکشن به خدا استرالیا رو. دکتر ما نمیدید جو خود بخوابید در و سر باز نکن. تو رو خدای نارم یک جور خمیازه هم یک شه انگار که چقدر کار کرده.
همین صدای از اینا در بالا پیشترک نمیامد؟ چطور ما آمدیم اینا اینقدر آروم شدن؟ ببین چشایش تکون خورده، این خود در خواب زده. لنچو مسخره بازی ها نکن. سلام. چیزی شده؟ اتفاق افتاده؟ نامه ما رو بردار بیا. نامه چی یاسین جان؟ کسی فوت شده؟ نامه عروسی اومده؟ برو ببینم کدام نامه عروسی اومده بدی بر اینا. خیر اگه برای ما بود بدی بر اینا، ما عروسی زیاد رفتیم اینا یک دفعه برن عروسی دیگه یک نان بخورن. خوبه؟ میبینی مادر جان چجوری در از اخلاق خوش از ما سوء استفاده میکنه؟ میبینی اینا چجوری در رنگ عوض میکنه؟ همون نامه سازمان ملل که قرار فردا مأمور به اینجا، اون نامه مال از ماه، اون نامه رو وقت بیار. اول که نامه در کار نیست. دوم اگه نامه هم در کار باشه در شما ربط نداره، اون نامه برای ماست. ما شهروند جهانی هستیم. زنده جان خیلی ببخشید که این حرفا میزنم ما. برای شما دیگه خیلی بده که بخواید خارج برید. شما میتونید برید این مسجد سرکوچه 2 رکعت نماز بخونید برای ما هم دعا کنید. اصلا قیافه شما در خارج نمیخوره. شب خوبی داشته باشید. تو میری استرالیا کجا میری؟ قیافت استرالیا میخوره؟ یا بر ولگردی میری؟ خوبیش همین چه کارهای تو کودی؟ مرا گفتی؟ دقیقا تو. دقیقاً منظور مادرم تو بوده. قیافه مادر اصلی در استرالیا میخوره که مادرت بر استرالیا؟ بله. مراقب گپ زدن خود خوب باش. مثل که یادت رفتم من عمه دستم. میخواید داد یادآوری کنم؟ اما جان اگه قرار یادآوری باشه باید اول بچه خود یادآوری کنی که در مادر از ما توهین میکنه. ایره در وقتش ما به حسابش میرسم. اما تو مراقب گپ زدن باش. ما در ایناش کار ندارم اما جان. نامه استرالیا از ما رو بیارین. ما چمیدون بسته کردیم. میخوام بریم استرالیا. اصلا نامه سازمان ملل دست ماه. نمیدونم براتون میخواید چیکار بکنید؟ امینا با ما قرار نبودن؟ گداگدورا بوی میکشن میین به خدا. درست حرف بزن. دارم میفهمی اصلا ما کی داری چجوری حرف میزنی؟ خودت تو درست حرف بزنی. این نامه فدای سرتان. خور جانم اون نامه رو بده من امور پاره پاره کنم. همون باعث جنگ 2 خانواده شد. او چی به درد میخوره؟ زنده جان فدای سرتان بشم. چیکار در نامه دارید؟ الان که ما همه آشتی کردیم دیگه. چرا با احساسات ما بازی میکنید؟ یاسین بگو یک چیز مادرت دیگه. راست میگی مادر جان، چرا میخوای نامه رو پاره کنی؟ بچه اون نامه باعث جنگ شما شد. خوب نیه اون نامه باعث شهر 2 خانواده به هم افتادن، جنگ کردن. نامه بهانه جنگ سر چیز دیگه. الان خد از این نامه یکی از این 2 خانواده میتونه بره استرالیا و آینده خور بسازه. اگه شما نمیرین که ما بریم. ما هیچ جا نمیره. اگه قرار در رفتن همه با هم میره. سبا ما دشان میگم یا هر 2 خانواده با هم میریم یا هیچ نمیره. پس ما باید جوری رفتار کنیم که فردا طرف آمد فکر کنه 2 خانواده یکیه. اینم در نظر بگیرین. او نفر می اوضاع خانه از ما رو بررسی میکنه. اون موقع ما باید چیکار کنیم؟ آها. من خودم بررسی کردم با چند تا خانواده که رفتن استرالیا صحبت کردم. همه چیزم ازشون پرسیدم. شما فقط باید هر چیزی که من گفتم رو گوش کنید. خب بگو بچیم چی کار کنیم؟ یاسین جان تو بلند شو یک دور بزن در خانه ما. هرچی وسایل قیمتی که میبینی جمع کن اول از همه. نگاه که مسخره بازی ازی دوباره شروع شد. الان در خانه از تو چی وسایل قیمتیه؟ همین میز جمع کنیم خوبه؟ نه منظورم این است که ما باید یک کاری بکنیم که وقتی فردا نفر سازمان ملل آمد دیگه فقر بیداد کنه دیگه تا اینجا. چی کار کنیم بچیم که فقر بیداد کنه؟
نه زنده جان شما هیچ کار نکنید. خود طبقه بالا همون رقم که هست خوبه. فکرتان در حال خانه ما بگیرید. وقت برای چی؟ همون رقم خوبه طبقه بالا؟ نه منظورم اینه که چیدمان وسایلتون در طبقه بالا رقم است که همون جوری که باشه خیلی بهتره، طبیعی‌تر به نظر میرسه. یک فکری هم باید به حال لباسای بکنیم. خب لباسای شما خوبه، مثلا لباسای ما مثلا یک لباسای دیگه باید بپوشیم. لباس کهنه به در نخور چی داریم؟ نداریم. خب خوبه دیگه، من لباس یاسین میپوشم، تو یک لباس فرزانه بگیری بپوش. مادر زنده چی داره لباس؟ ببین مادر جان، روی حساب است ما یه چیزی نمیگم. الان در لباسای من توهین کردن. گبای تمام شد دیگه؟ حالا اصل کاریاش گفتم. دیگه دهن خب ببند، دیگه حرف نزن. هر چی که ما و مادر تصمیم گرفتیم اونمو درسته. آقای سازمان ملل، اینمی باز خانه مایه، اینمی رو خوب سعی کن. اینمی بچه رو دیدی؟ اینمی بچه کلان من، اسمش یاسینه. چند سال که عروسی کرده، زن آورده ده. اینی هم دخترک گلشه، اسمش پرستویه، اونو زنشه. او دختر بیا پیش بشی که آقای سازمان ملل تو رو ببینه. پیش بشی که آقای مهندس رو ببینه. پیش بشی؟ لازم نیست انشالله خوشبخت بشم. اینمی رو هم که میبینی، اینمی هم دختر من، اسمش فرزانه. 5 کلاس بیشتر نتونست درس بخونه. زندگی ما خوب نبود، خرچیشو نتونستیم بدیم، خرچی مدرسه‌شه. کمی درس میخوند یک جایی میرسیده. همی دخترم هم دماغ عمل نکرده، در دیوار زده. اینمی بچه سیاره که میبینی، اینمی بچه دختر خسرم میشه. اینمی دختر تیزه که میبینی، اینمی دختر خسرمه. اینی هم خود دختر خسرمه. دختر خسر یعنی چی؟ یعنی خواهرشاه. شما همتون توی این خونه یه جا با هم زندگی میکنین؟ هی آقای مهندس، من همراه بچه خو در اینجا زندگی میکنم. این زن برارمم همراه بچه و عروس خو در بالا زندگی میکنه. این او عروسش است. او دختر بیا پیش بیا که آقای مهندس تو رو ببینه. برو پیش بشی که آقای مهندس خوب تو ببینه. گفتم لازم نیست. خرجتون از کجا باید تامین میکنید شما؟ این دیست دیگه دیست نمیشه، دیگه نمیتونم خود از این دیست کار کنم. از بس که کار کردم این دیستا از کار افتاده. 100 تا مرض دیگه هم دارم. کمر درد مدارم، پای درد مدارم، فشار خون مدارم، قندم بالای، چشمایم ضعیف شده، نمیتونم دیگه کار کنم. خب شغل این آقا پسرها چیه؟ این دوتا بیکارن آقای مهندس. بیکارن؟ بله. خب چرا دنبال کار نمیگردن؟ این همه مردم سر کارن، ماشاءالله جوون و سالم هم هستن. او آقای سازمان ملل دم تو راسته، ده ای سال شخ کار کجا بود؟ یعنی هیچ کاری انجام نمیدون و فقط میخوابین؟ وقت بیکارم نیستیم. خب مثلا این بچه سیاه، بچه همی از مستر اینجوری سیاه نبود، سفید بود، اینقدر سر گذر و سر باغ اینا رفت سیاه شد. بله آقای سازمان ملل، این بچه هم امام که بود تو کار باسکول بود، ورشکست شد. باسکول ماشینای سنگین؟ نه باسکول آدمای سنگین. همین سر کوچه دست چپ که میدید سر پل اونجا یه دونه باسکول داشت 30 در 40. الان اگر برید مثلا جای زیرش تمیزه، باسکول آدما بود. آدما میومدن روش وای میستادن، وزن میکردن دیگه، پولی میدادن، خرج زندگیش میچرخید. دیگه یه روز از خدا بیخبر اومد روی باسکول وایستاد، باسکولش شکست.
البته خیلی آدم هنرمندی و اینجوری نگاه نکنید، صدای خیلی خوبی داره. بعد عبدالباسطش خیلی قویه. عبدالباسط تلاوت کن ایز شمس. آره. بعد مثلا آخر هفته این بر که برید سمت راست توی قبرستونی، اونجا میره آخر هفته شبای جمعه اونجا میره تلاوتی میکنه دیگه. بالاخره آخر شب خیاری، شیرینی، خرمایی چیزی برمیدارن میارن خونه، طبق بالا دست جمعی با هم میخورن دیگه. بس کو دیگه، تمام کو بچه، دانت بسته کو، کمی نگویی کو. آقای مهندس این دیگه دست نمیشه. مادر من اینقدر روی دستت نزن، آخر یه طوریش میشه اون دستت. مادر من ببینید این چیزایی که شما گفتید واقعا بده، ولی دلیل کافی برای اینکه شما رو توی کشور سومی ساکن کنن، اسکان بدن نمیشه. او آقای مهندس یه قد ناله و چیخرا کردم، کافی نبود؟ البته خیلی چیزای دیگه هم هست و من میتونم بگم. مثلا گوش کنید، من متوجه همه حرفاتون شدم. از اونجایی که این دو خانواده بی سرپرست هستن شامل ثبت نام میشید. اما شما مجرد هستید و بالای سن قانونی و سرپرست خودتون حساب میشید. شما هم که ازدواج کردین و خانواده تشکیل دادین کلا پرونده جداگونه‌ای دارید. با این شرایط کار سخت میشه، اما شاید بشه یه کاری کرد. چه کار میشه که؟ باید یه جوری همکارامو قانع کنم که شما دو خانواده مشکل دارید. خب قانع کن. فکر کنم شما دو نفر متوجه منظور من شده باشید. هیچی نداره. نفر 15 میلیون تلبیسته؟ ما باش گپ زدم، گفت من ما رو خدمکارای خوب گپ میزنم که خانواده بیشتر از 10 میلیون داده نمیتونه نفره. از ما بیشتر 20 میلیون. چجوری خود حساب کردی 20 میلیون؟ خودت ما فریبا پرستو فرزانه چجوری 20 میلیون شد؟ بچه از پرستو فریبار که تو میدی. خب اینجوریه؟ همین رقم دیگه ما باید بیرم. آن بچه باش پیسه از اینا رو که من جور کردم. مادر جان یک وقتی رفتیم توی راه نگیم ما پیسه ندارم، یاسین بچه من پیسه بده. من نمیدم الان گفته باشم. بچه نمیگم تو خود بیچلانی ما سو نمیتربیم. ولی خود دونید تازه انارایتم آب ندارم. خیر از فرزانه جان، تو امشب یک رقم ترک و به خاطر یاسین قرار نیست که همین امشب زنی علی اکبر شوی؟ تو حالا که کم خواستگار نداشتی این یکی هم روی شخا. من گبی خود زدم. من اگه بکشینم امشب دو خواستگار حاضر نمیشم. اگه حاضر شم یک آبریزی میکنم. خیر است آرام باش، هر جور که خودت دوست داری همون رکو. چی شد؟ همراهش گپ زدی؟ خجالت بکش به خدا یاسین. تو دیگه چرا غم برار هستی؟ او علی اکبر دوست ندارن. برای چه موی خوار خد زور ده یکی دیگه بیتی؟ تو رو ما فرستادیم که راضی کنه، نه که ذهنیت خراب کنه. چی ها جیبام قهره؟ قدیما حداقل می آمد و ما رو می دیدی سلام می کرده، الان اصلا نفهمیدی که ما اینجا هم. ببین آبیشه ما خوشبختی تا مخوام. تو با سجاد خوشبخت نمیشه ولی با علی اکبر قطعا میشه. اصلا الان گرد سجاد علی اکبر نیست.
کولگی تا سازمان ملل ثبت نام کردین، میخواین بریم؟ من همراه خودتون نمیرم. که همچین حرفی زدم؟ مگه میشه ما بریم تو رو نبریم؟ علی اکبرم با خود خمو برم. من علی اکبر دوست ندارم. همه خودت یک نفر دوست نداشته باشی چطوری میتونی همراهی زندگی کنی؟ من نمیفهمم چی شد یک دفعه تو اینقدر طرفدار علی اکبر شدی؟ بابا این سجاد مگه چی داره؟ نه کار داره نه پول داره، ولی خب علی اکبر هم کار داره هم خانه داره، میتونه یک آینده خوب برات بده. من داداشتم قطعا میخوام یکی تو یک زندگی خوبی داشته باشه. فعلا گپ من سجاد نیست، ولی همراه علی اکبرم نمیخوام ازدواج کنم. اگه پدرم زنده بود نمیذاشت تو با ما این کارا کنی، ولی پدرم فکر میکنم تو هستی، ولی اشتباه میکنی. باشه تو اگه اینجوری میخوای من خواستگاری امشب رو به هم میزنم، ولی نمیتونم جلو آمدن از اون رو بگیرم. ولی یک کار میکنیم این مراسم کنسل شد. کم ناراحت نباشی، بالاخره ما داداشتیم. یاسین، من خیلی وقت میخواستم یه چیزی بهت بگم روم نمیشه. من خیلی دوست دارم. بیا ما چت کنم. برو بابا دوست دارم. یه لحظه خوشم میاد دوست دارم. مستو بدم میاد. یاسین، من تو رو بزرگت کردم. تو اینقدر پرخاشگر نبودی. بگو چی شده با هم دیگه درستش کردیم؟ چی رفته روی اعصابت؟ تو ما رو بزرگ کردی؟ یاد رفته ما 3 سال از بزرگم؟ تو به دنیا آمدیم ما توی خیابونا بازی میکنیم. تو چجوری ما رو بزرگ کردی؟ نه منظورم اینه که ما دوتا با هم دیگه بزرگ شدیم. خب الان اگه چیزی اذیتت میکنه، اگه گند زدی، بگو دوتایی مثل 2 تا برادر درستش بکنیم. با من صاف باش، اینجوری باش. آخرین باری که ما با تو صاف بودم یک هفته در بازداشتگاه لعنتی خوابیدم. دیگه چقدر ما با تو صاف باشم؟ تو چقدر کینه‌ای هستی. بابا اون که به خاطر خودت بود. دختر مردم فراری داده بودی، برده بودی توی کارخونه، رفتم لو دادمت، اومدن گرفتن. حالا یه هفته تو بازداشتگاه اتفاق افتاده. عوضش بعدش مجبور شدن دختر رو بدن بهت بدون عقد، بدون عروسی، بدون گله ورش داشتی بودی تو خونه دیگه. الان باید خوشحال باشی. تو الان باید از من تشکر کنی. توی عوضی اگه این کار نمی‌کردی این بلا سر از من نمی‌آمد. می‌دونی ما به خاطر از چقدر کته خوردیم از خانواده دختره؟ همین الان بدنم درد میکنه. هر دفعه زخمای بدن می‌بینم بیراره از جلو چای میاد. حالا ولش که کاره. ما الان داریم همگی با هم بریم استرالیا. میفهمیم پاسپورت استرالیا یعنی چی؟ با پاسپورت استرالیا تو میتونی در 172 تا کشور دنیا بدون ویزا سفر کنی. یعنی شهروند جهانی. یعنی اصلا خوشحال نیستی؟ نه. آقا بگو چی شده درستش کنیم دیگه. مثل 2 تا برادر، مثل 2 تا مرد پشت به پشت وای میسیم مشکلات رو همه رو حل میکنیم. تو بچه همی از مسیح برادر نمیتونی باشی. خب باشه، من بچه همه تو. منو نگاه، من بچه همه تو، ولی فامیل گوشت همه بخوره استخون همدیگه رو دور نمیندازه. بگو چی شده درستش کنم برات. توی آدم عوضی هم گوشت مخوری هم استخونه. از تو شک نیه چی ده تو گم. باشه بیام این ماچت کنم تا فقط ما رو ماچ نکو بسیرت مخیشی ها. حالا زیرت بزن بگو چی شده. مشکل سر علی اکبره. قراره با سیگاری بیام. ماندو موری چیکار کنم؟ همین. اوکی مشکلی نیست که وقتی اومد خواستگاری دکش میکنیم بیاره. تموم شد رفت. اونجور که تو فکر میکنی نیست این قضیه. علی اکبر از داتو گرفته. مواد جابجا کردی. کراک کشیدی. بگو چه گوی خوردی که من بفهمم چه کار کنم. اصلا قیافی از من دیگه حرفا مخوره. مگه ما موادی هم. 1 سال فریبا داره بیخ گوش از من موگه.
ما دیگه مورم از خانه خسته شدم، از دیسی مادره، از دیسی خواهره. ما هم رفتیم از علی اکبر 50 میلیون قرض کردم برم یه خانه بگیرم. علی اکبر هم گفت ما 50 میلیون بهت میدم، میام خواستگاری آبجیت ما قبول کردم. الان او اگه بیام ما 50 میلیون چجوری بدم؟ او از ما 50 میلیون میخه. خیلی بی‌شرفه، خیلی لاشی هستی. ببین خیلی لاشی هستی. یعنی تو فرزانه رو 50 میلیون فروختی به علی اکبر؟ ما قرض گرفتیم از او، قرض، میفهمی یا نه؟ الان 50 میلیون کجاست؟ 50 میلیون هست. یا فرزانه باید به علی اکبر قبول کنه، یا هم که ما 50 میلیون به علی اکبر بدم قید خارج رفتن بزنم. من پول خارج رفتن ندارم. تو که اینقدر برار میگی داری 30 میلیون بدی؟ گفت تو 50 میلیون علی اکبر پس نده. خب 30 میلیونشو خودت بردار، 20 میلیونشو بده به من، ما 20 میلیون کم داریم. وقتی رفتیم استرالیا شهروند جهانی شدیم، خب اونجا بگن زمین کشاورزی اینا زیاده، سیب زمینی، پیاز، چیزی پاک میکنیم، بعد پول علی اکبر رو بهش پس میفرستیم. نظر مثبتت چیه؟ سجاد از جلو چشام گم شو، میگیرم میزنم تا. باش من برم با مادرت یک صحبتی سجاد وایسا، نمیخوام با مادرت من صحبت کنم. باشه. پس تو 20 میلیون تومان آماده کن تا فردا. خب من برم این نقشه بکشم که چجوری علی اکبر بپیچونیم میشه. باشه یه بوسه دیگه بدم، سیگارم نکش بر سلامتت خوب نیست. خب بفرمایید. چرا نباشه؟ صدای یاسین جان است؟ یا علی اکبر جان. جور بخیر. قربانت چم. چه احوال داری؟ فامیل محترم خوب است؟ شکر خدا همه خوبه. دو بچن اصلا نیستن. همه بالا مونده. نوام نماده بچن. ها؟ ما خون خورد بودم پدر مادرش دادی زدم. همشیریم است. پدر کلانی است. قربان شما. سلام خوب هستی؟ حال شما خوب است؟ ممنون. سلام خانواده خوبن؟ شکر خدا خوبه. بچه کوچیکتون خوبه؟ شکر خدا علی اکبر گفت یه دختر کوچولو خوشگل داری. بله بالا هستم میبینید. خدا حفظش کن. یه چیز ناقابله دیگه. خودتون گلین دیگه، گل چرا؟ با اجازه. باش من بفهم. چطور است یاسین جان؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ اینا سه گفته بودم تو که. چرا زحمت کشید؟ یاسین جان هستی. باشه. قربان خوبی؟ ما چوکی؟ ردیفه؟ دیگه. ردیفه. دیدم جان. اصلا نرم آبرویم برام. خیال درخت. برو بخیر. برو ما پشت شما راستی تایید کنی 20 میلیون دیگه رسونید دیگه. واقعا؟ دلت جان. بزن بیست. ردیفه. اون شب میریم سعی کنیم چیکار کنیم. گمشو بیشی سر جاخ، بیشی سر جاخ گفتم. فکر کنم یارو خیلی پول داره. پول داره؟ غلط کرده پول داره و علی اکبر چرک و چتل آمده. تو را گفتم بیشی سر جاخ، بیشی سر جاخ و بچه. با دختر خوب گوش بده ببین چی میگه. بیا بابا جان اینجا بیشی. ما گفتیم ما به شیرینی میدادم. بیا اینجا بیشی. بابا جان بابا. این آقا چاقلویی که اونجا نشسته کیه؟ بابا آقا چاقلوی چیه؟ از خودش اسم داره. خب بگو دیگه کیه؟ آقا خواستگاره. خواستگار کی؟ خواستگار احمد. آخه بابا جان اونا به هم نمیخورن. چرا بابا؟ این آقای توپرتر چاقتره اما بهش نمیخوره. ببخشید من معذرت میخوام بچه هستی بابا. ببخشید. بفرمایید. خاله جان خدمت رسیدیم که این برادر ما رو به غلامی قبول کنید. که قسمت شد
بخیر نوکری شماره کنه و شنیش بخوریم. خوش آمدین بچیم. برادرت خودش زبان داره، میتونه از حال زندگی به ما بگویه. خاله جان خوب هستی؟ خاله جان من در اون کارخانه که یاسین جان اینا کار میکنم، من اونجا سرکارگر هستم. پیدا پناهم خیلی خوب است. من خیلی طفل بودم، خرد بودم که پدر مادر خود دست دادم. شکر این سر پای خود ایستاده هستم. موتر خود دارم، خدا رو شکر خانه خود دارم، پیسه دار هستم، پیدا پناهم خوب است. خب خدا رو شکر. چند سال هست بچیم؟ خاله جان برادرم 31 سالشه. ماشاءالله ماشاءالله بزنم به تخته جوون مونده. فاصله سنی برادرت همراه دختر من زیاده. دختر من که خیلی مشکل پسنده. نمیدانم که بخورن به هم نخورن. خاله جان پول همه چیزه خوب؟ همیول پول که داشتی همه چیز داری. حلال همه مشکلات پوله. دیگه سخت پسند و فلان و اینا همه کلی چیز رو جور میگنه. هیچ دم قصهش نخواهی. وقتی تو خانه داشتی، موتر داشتی، همه چیز داشتی، پول است که گبی اول آخر میزنه. بچه دنیا پول فقط پول نیست، انسانیت داره است. آدمی خوب باشه، انسان باشه، با خدا باشه، تمام چیز پول نمیشه بچیم. حال کجا هست عروس خانم؟ میاین نمیاین؟ آشپزخانه حال صدا میزنم. فرزانه جان یک چایی بیار اینجا. بچیم چایی بیار. بابا این آقا چاقلوی 5 تا شیرینی خورد. بابا چی کاره ببخشی واقعا. شیرینی تموم کرد دیگه. بابا جان شیرینی همه خورد. شیرینی خودشه. من معذرت میخوام واقعا. بچه هست دیگه. مادر جان بعد خاله جان ما رسم داریم که دختر پسر با هم دیگه برن گپ بزنن، گپ پای خانه بزنن تا اگه جور آمدن بخیر شیرینی رو بدیم. فرزانه دخترم بالاشو بور به اتاق گپ بزنم رای. بچه بور گپ بزن حرفایت بگو. بگم توری جان فردا از مشکل پیش نه اگه قسمت شوه. بچه برو دیگه. اجازه میده خاله جان؟ برین با خانه اتاق گپ بزنیم با هم. میتونن در اتاق با خواهرم صحبت کنن. آهای آقا چاقلوه اینقدر شیرین نخور، شیرینه خودم تموم کردی. بابا شیرینی خودشه. بیا بابا اینجا بشین. ببخشید بچه دیگه من معذرت میخوام. بفرمایید. باشه بابا باشه. بفرمایید. ببخشید. خب از خودتان بگن، از کاربارتان بگن. خوب هستین دیگه؟ الحمدلله خدا رو شکر. خدا بیشتر کار مشغولن. ما کار جوشکاری هستیم. خب سلامتی. منو میشناسی به جا آوردی؟ میشناسی منو؟ علی اکبر. من علی اکبر خالی نیستم. من علی اکبرم صاحب پول، صاحب ماشین، صاحب بهترین خانه و یک کارخانه. خب تمام شد. من یک علی اکبریم که از بچگی کار کردیم و خود اینجا رساندیم. چی غصه داری؟ چی غم داری؟ و الان بعد از یک عالمه سال که زحمت کشیدم الان آمدم خواستگاری یک خانوم بالایق و شایسته مثل تو. آفرین که اینقدر این نکته آخری رو خوب گفتی. خب اگه زنی باشی سر تا پای تو رو طلا میگیرم. اگه زنی باشی دید نوکر کلفت میگیرم. منم میکنی یک نگاه از سروت خود خواهم بینداز. چی انگیزه باید خواستگاری از من قیافه رو نمیگم. چی میگو؟ چه قیافه‌ای دارم من اینجوری میگم؟ نیست. همین کچلوار خور که من بهتم پول این خانه تان کلن میشه. مارک بهترین مارک اروپایی. آره ولی خیلی سلیقت اصلا پولشو کار نمیاد گیریسی اصلا به من نمیخوره. تو بیا خانومی ما شو، تو بیا سلیقه خرج بده.
تو بی آدمی بی سواد بی نوا را یاد بده. تمام شد؟ بله. من اصلا از تو خوشم نمیاد، اصلا لول به من نمیخوره. اوکی؟ ببین زیاد حرف از پول زدم فکر کردیم من صبح تا شب سرما توی کاره. نه ببین من دریای احساساتم. ببین من کوهی عاطفه‌ام. ببین من مثل چشمه شعر میگم. میخوای از حافظ برات بخونم؟ میخوای از وحشی وافقی برات بخونم؟ که دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند، از گوشه بامی که پریدیم آن دیگه نپریدیم، نمیپریم آقا. از گوشه بامی شما من نمیپرم. من نشستم روی بامه. الان تشویقت کردم، الان خیلی قشنگ بود. مثلا اصلا تحت تاثیر نرفتی؟ اصلا خیلی اصلا حال میده به هم میخوره. اصلا ازتون چی میخوای؟ پول میخوای؟ احساس میخوای؟ من یکی دیگر رو دوست دارم. بفهمی؟ شوخی نکن. من اصلا دور قیافت نخور که مثلا با تو شوخی ندارم که میخوام با تو شوخی کنم. جدی دارم. من یکی دیگر رو نزن پاد بخو نزن. داری خوشبخت میشی. باور کو با ما خوشبخت میشی. نکن این کارا رو. ببین من اصلا از تو خوشم نمیاد. یک دوم اصلا تو رو دوست ندارم. من کسی دیگه ای رو دوست دارم. میفهمی؟ من الان یکی دیگر رو دوست دارم. اوکی؟ فکر میکنی کی هستی چون؟ فکر میکنی چی هستی ها؟ برو بابا. فکر کردی کی هستی تو؟ من 100 تایی میرسه از تو رو قد پول خون میخرم. فکر کنم دعوا شد. دعوا شده. دعوا شد دیگه من نمیکشم دیگه. کجا میری؟ من تو خوش به من کسی چی شده؟ چی بودی واسم سمانه یک جود شیرینی خورد. این کیه دیگه جانه؟ همون رفتی؟ باشو بیا. بره. باشو بیا. برد خواهرته. بره. برده سازمان ملل چی؟ نفر سازمان ملل. بابا چی شده؟ کلاهبردار بوده. از ننه زهرا اینا نفر 15 میلیون گرفته برایشون ویزای تقلبی داده. چی داری میگی؟ اون دختر ننه زهرا که یه دفعه رفته استرالیا. امی دخترش دم زنگ زد گفت اینا رو در فرودگاه پلیس گرفته بوده. فکر کرده که اینا خودشانی پاسپورت و اینا رو جعل کرده. بعد که قضیه رو فهمیده الا کردنش. وای خاک دست سره. بدبخت شدیم که. خوبه حالا. چیکار کنیم دیگه؟ بوشکو از دهنت بدر نشم امروز چیزی نگو. بابا که عقد سجاد انجام شده تا بعد ببینیم چه خاکی دست سرت بریزم من. حواست باشه خانواده دایی نفهمن که اگه بفهمن عقد به هم میزنن. درست میشه مادر، درست میشه. چطور درست میشه؟ تمام دارو نداره ما رفت. خب حالا تو گریه نکن، امروز روز عقد دیگه. الان اونجا میره بالا میگه چی شده گریه کردی فلان. سجاده چی بگو؟ چی نشده گریه نکن دیگه. بخیز من خود خواب نکن که بره. باشه من بریم. باشو بری اشکای خود پاک کن بشو. این چیه؟ سفره هفته دیگه. میدونم سفره هفته ولی من انتخاب نکرده بودم. مثلا سلیقه من نیست.
بابا اونم که انتخاب کرده بودی همین بود، یک مقدار شکلش فرق می‌کرد، 4 تا لوستر داشت، 4 تا لامپ وسط داشت، کلیش یه رنگ دیگه بود. اون اونجوری بود. چی میگی؟ گلا رو نگاه کن، گلای پوسیده عقب افتاده انگار مال قرن بوغه. اون اصلا این نبود که. حالا ما که نمیخوایم گلا رو بخوریم که، یه 4 تا عکس می‌خوایم باش بگیریم دیگه، اینا ناراحتی نداره. یعنی چی 4 تا عکس می‌خواستیم باش بگیریم؟ اصلا اون نیست. باشم این چی پوشیدی؟ کت. میدونم کت چه رنگیه. خب خودت گفتی یک رنگ بخر که متفاوت باشه دیگه، منم رفتم اینو پیدا کنم. الان اصل مد ایتالیا است دیگه. خب این پیرمشکی مراسم ختم ماه دیگه اینو پوشیدی. بابا دیگه گذشت اون زمان که پیرن سفید میپوشیدن، الان همه پیرن مشکی میپوشن. مشکی رنگ عشق. خوب نگاه کن الان. تو سیای لعنتی خود تو رنگ عشق نمیخواد اینا رو بپوشی. مسخره. خیلی دیگه خون تو کثیف نکن دیگه. چیزی شده؟ این چی پوشیدی؟ کت. میدونم کت چرا این رنگی خر که نیستم. میخواستیم ست کنیم. عروس من اینجوری میگه، من یا کسی دیگه اول تکلیف من مشخص کرد. یعنی چی میخواستیم ست کنیم؟ دوتاش رفتید دوتا رنگ جیغ مسخره رو پوشیدین. من نمیخوام مثلا عقد عروسی شما رو خودون چمو مسخره. چرا جوش میکنی؟ آرایشت خراب میشه. الان عاقل میاد نکن دیگه اذیت ما دیگه. خانم نگاه کن چی پوشیدن؟ خوبه قشنگه. تو حرف اینا رو تایید میکنی؟ خوبه قشنگه؟ خب راست میگی. چیه پوشیدی تو؟ نمیبینی خواهرت من روی تیپ و رنگ اساسه بعد رفتی رو پوشیدی؟ بابا خودش گفت برو یه کت بپوش که خاص باشه، کسی دیگه ترش نباشه. به خدا من هرچی میپوشیدم میومد اینجور سر صدا میکنه. این رنگ جی خاصه؟ خاص نیست خودش. خواهر من ناراحتی نکن. نیم ساعت دیگه مهمانا میاد. وقتی عجله تصمیم میگیری ازدواج کنین همین میشه. یاسین جان قربانت برم، ما 2-3 روز دیگه ممکنه ویزای ما بیای بریم استرالیا، شهروند جهانی بشیم. ما دیگه وقت نمیکنیم دیگه. گفتیم آقا قبل از این که بریم عقد کنیم تموم شه بره دیگه. ناراحتی نکن خواهر من. برو الان آرایشگرت میاد، برو خودت آرایش کن. برو لباس خور عوض باشه عوض میکنه. برو زیاد استجوش نزن، صورتت چلوک میفته، آرایشت خراب میشه. آقای شهروند جهانی یه امشب آدم باش. خدای خوب نگاه کن. این همه سفره حق خودش خوشگل نیست. خودت چی فکر میکنی؟ من که فکر میکنم قشنگه. اسم عروس خانم؟ فرزانه سروری. مهریه؟ به نیت تاریخ تولدم 1379 تا. دخترم خیلی زیاد گفتی مهری. خب کمش کن. خیلی زیاده، انصافا خیلی زیاده مهره. به نیت 5 تن 5 تا سکه. بله 5 تا خیلی کمه دیگه. واقعا 5 تا خیلی کمه. ببینید من تا حالا نه کمتر از 14 سکه نه بیشتر از 14 سکه عقد بستم. به نظر من همون 14 سکه خیلی معقوله. خوبه همون رو بنویسید. بعدا میتونین 14 تا رو بدین؟ حالا تا بعدا 14 تا خوبه دیگه. بنویسم اون 14 تا سکه. 14 تا خوبه دیگه. خب انشالله مبارکه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. به مبارکی و میمنت پیوند آسمانی عقد ازدواج و همیشگی بین دو شیزه محترمه سرکار خانم فرزانه سروری و جناب آقای سجاد احمدی منعقد می گردد. دوشیزه محترمه مکرمه سرکار خانم سروری، آیا بنده وکیلم شما را به عقد و زوجیت دائم و همیشگی جناب آقای سجاد احمدی به صداق و مهریه یک جلد کلام الله مجید، یک جام آینه، یک جفت شمدان و یک شاخ نبات و 14 تا سکه تمام بهار آزادی این دل مطالبه در بیاورم. آیا بنده وکیلم؟ عروس رفته گل بچینه. گل که اینجا نشسته کجا رفته گل بیارم؟ اشکال ندارد. برای بار دوم میپرسم سرکار خانم مکرمه محترمه خانم فرزانه سروری، آیا بنده وکیلم شما را به عقد و زوجیت دائم و همیشگی جناب آقای سجاد احمدی به صداق و مهریه معلوم در بیاورم؟ عروس رفته گلاب بیاره. اشکال ندارد.
برای بار آخر میپرسم سرکار خانم دوشیزه مکرمه فرزانه سروری، آیا بنده وکیلم شما را به عقد و زوجیت دائم و همیشگی جناب آقای سجاد احمدی به صداق و مهریه مشخص در بیاورم؟ آیا بنده وکیلم؟ با اجازه بزرگترا و برادرم. یه لحظه صبر کنه. آقا چی صبر کنی؟ مسخره بازی در آوردی، 1 ساعت داره میخونه، 2 تا کتاب خونده. آقا بخوان، کار دارن مردم. من برادر عروسم میگم یه لحظه صبر کنید. چی صبر کنیم؟ ریشخندی در آوردی، صبر کنید. کم صبر کردیم. آقا چقدر پیسه سفره عقد دادم، فیلم بردار کرایه کردم، صبر کنید. برو بیرون. یک کلام وقتی بابا میگه نه یعنی نه. چه گپ شده؟ آقا اصلا تو چی میگی این وسط؟ دلیل مال خودت، بیا برو بیرون. تو اصلا چه کاره ای؟ آقا بخون. من به عنوان برادر بزرگ عروس این اجازه رو نمیدم این مجلس سر بگیره. تو غلط میکنی که اجازه نمیدی. اعصاب من خورد نکن یاسین. آقا بخون، من اجازه میدم. بخون. آقای داماد صبر کن، اجازه برادرشه، باید برادرش اجازه بده که من بخونم. من اصلا اجازه این کار ندارم. مادرش اینجا هست، مادرش اینجا وایساده. زنده بگو دیگه. صبر کن. تمام کار دست نگه دار نمیخواد. آقا ولش کن، من اصلا نخواستم. جمع کن، من اصلا زن نمیگیرم. دخترتون مال خودتون برید بیکارتون، اصلا نخواستین دیگه. یعنی چی مگه الکیه که نمیخوام؟ نمیخوام اصلا. یعنی چی نمیخوام؟ از خودت باشه تو خواب ببینم چه دختر خوشگل بیاد بغل تو بشه تو بله بگو تو ناز کنی. همش آرایش دختر خوشگل. بیا برو. تو خواب جای ندیدی سیاه سوخته یک دفعه بعد میای دما میگی؟ آقای عاقل به خدا این اصلا این شکلی نبود. این شکلی نبود. همش آرایش کردم، مثلا نشناختم این دفعه. تو چی تو خودت دیدی تو اینه با اون قیافت از خداتم باشه بزرگترین شانس زندگی تو از دست دادی. کی تو رو میگیره؟ آقا این همه قربون میکنه، شما اینو میگیره. چه چطور بهت گفته پرده گوشم پاره شده. خوب گوشاتون رو باز کنید ببینید چی میگه. ما اینجا نیومدیم واسه تفریح، اومدیم دهن همشون رو سرویس کنیم. یه جوری میزنیمشون از جاشون نتونن بلند شن. حواستون باشه مرد و زن نمیگین، همه رو ناکوت میکنید. پول خونشون هم گردن منه، شما نترسید. نشنیدم. چشم خانوم دوماد یادتون نره. حمله! گوشم پاره شده. خواهر علی اکبر اینجا چیکار میکنه؟ نینجا برداشتی وردی اینجا. همون ترکمتر بده. ترکمتر؟ آره ترکمتر. بیا. ترکمتر گفتم بده. این چیه؟ اینیه. پرس شو بده. پرس؟ بیا بگیرش. این سنگ فرزه. پرس اونایی که باطی دارن. سنگی نه. این؟ بیا. کابلشوی 12 240 بده. چی؟ کابلشوی 240 12. 240 12؟ زود شو. بیا. او کابله. تو مگه نگفتی کارآموزی رفتم؟ در کدام خراب شده رفته کارآموزی؟ تو هنوز نمیدونی کابلشو کدامه؟ آقا من کارآموزی رفتم، نهایتا کابلی که ما باش کار کردیم این بود با فازمتر، نه اینا دیگه. الو صبحانی. بابا من به تو گفتم کارگر با تجربه بفرست اینجا.
این که برق خونگی نیست که 220 ولت باشه، برق فشار قویه. این اسکل چیه برای ما فرستادی؟ از طرف فلکه آوردی؟ هیچ سرش نمیشه. پروژه عقبه، ما کارامون عقبه، ما چیکار کنیم با این آدمای نابلد؟ یه سوسولی خارجی هم برداشتی آوردی که مهندس فلان چطوره؟ هی میاد اینجا سر از ما قیافه میگیره. بهش بگو این برای پیداش نشه، اگه بیاد قهوه‌ایش میکنه ما. مگه نگفتم فاصله این باید 50 سانت باشه؟ کی اینو اینجوری نصب کرده؟ آیا کدوم احمقی رفته اون باید نصب کرده؟ گفتم زیر دستگاه بذاری. لا حول ولا، تو باز اینجا پیدا شدی؟ ایدال من تو یک چیز بگم باز گریان میکنی مورد سبحانی زنگ میزنی. توی از دنیا نبودی، من اینا رو داشتم وصل میکردم. کابلای برق فشار قوی بسته میکردم. حالا اومدی از من ایراد میگیری؟ اینی کابل 1.5 دیست انزی احمق بودم بسته میکنم. دیست دستو بدم عمرن بتونی ببندی. من نیاز ندارم بتونم اینو ببندم یا نه. رفتم درس خوندم، کار من دستور دادنه. شما باید اینا رو ببندین. او چی رقم درسکی؟ فاصله از این تابلو رو تو نمیدونی. آیه قضیری نمیدونی چی رقمه؟ من نمیدونم. من مدرکم از دانشگاه سیدنی استرالیا گرفتم. سیدنی استرالیا. اون مدرک تو گرفتی از شوشو مولوی 1 میلیون میده اون بین‌المللیشه. جمع کو بابا برو. من مهندس اجرایی این پروژه‌ام. تمام مسئولیت‌ها اینجا با منه. تو بری آشپزی کنی. تمرین کن که از این به بعد منو باید بری غذا بپزی، باید بری خونه بشینی. سخته به زن بگی چشم. برای چرا بستی؟ من به شما میگم چشم. گفتین مدرکتون از کجا گرفتین؟ استرالیا.